کابل پایتختی که بیش از 5 میلیون جمعیت در آن زندگی می کنند. زنان که نصف این جمعیت را تشکیل می دهند، تعدادشان روزمره از نگاه‌های شهوت‌آمیز برخی از مردان در امان نیستند. این نگاه‌ها تنها به شهر و بازار کابل خلاصه نمی شوند، بلکه در محیط کار نیز بخش بزرگ از دختران را می آزارند. نامش سجیه یارمل است. دختری که از چندین سال به این سو در چندین نهاد غیر دولتی مصروف کار است. نگاه‌های شهوت‌آمیز یا جنسی در محل کار نسبت به هر چیز دیگر برایش آزاردهنده تر است. از گارد دفتری که من به عنوان ارزیابی کننده در اونجا می رفتم تا دیدار بکنم از روند امی پروسه کاری کارمندا، از نگاه های از اونات که دنبال می کردم تا کسی که به عنوان مدیر همو سنتر انتخاب کرده بودیم، اون نگاه ها چیزی هستن که به انسان میفهمانه که چگونه با تو داره برخورد میشه. درست هست اگر این آزار یا امی اذیت به زبان بیان نمیشه، ولی نگاه ها، برخورد ها و رفتارها خود بیان کننده همین آزارهای جنسیتی هست. مریم بانوی دیگری است که با چنین دشواری های روبرو بوده است. او در یکی از رسانه ها به عنوان خبرنگار کار می کند. مریم از رسانه قبلی که در آن به عنوان خبرنگار کار می کرد قصه می کند. قصه ای که به باور او برای برخی مردان نوع از محبت پنداشته می شود، ولی برای زنان نوع از آزار جنسی است. یکی از همکارای ما بود، یکسره میگفت که تو نامزد هستی یا که نه، و وقتی میگفت ما میگفت کوچلی تو، چون من شخصا با زیور حالات کلا مخالف هستم و بعد از گذشت 2 ماه تحمل مجبور به این شدم که مثلا من حال چله دستم است. یعنی هر یعنی گپ تکیه کلام اینا ای بود که تو حیف تو که مثلا باید یک بچه نامزد هستی، یا که حیف تو که مجرد اگر باشی مثلا من اقدام میکردم. این حرفایی بود که در محیط کاری از طرف یک از همکارای مردم بود، ولی مجبور به خاطر این نمیکار و استعفا بدم. نگاه جنسی بعد دختران هنگام استخدام در برخی نهادهای این کشور به خصوص رسانه ها یکی از موارد تکان دهنده دیگر است که برخی دختران افغان به آن اشاره می کنند. ویدا ساغری مجری یکی از برنامه‌های تلویزیون خصوصی آریانا در کابل میگوید دختران حتی از روی رنگ جلد، چهره و اندام در رسانه‌ها استخدام میشوند. شما دیگه نمیتونین حتی سی وی تان سر دستتان گرفته شما هیچ کس به کار نمیگیره، چون میگن به درد ما نمیخوره. خود این جمله به درد ما نمیخوره یک دید جنسی است. اون درد بخوری ما یک جای دیگه ماست، اون به درد بخوری ما جلد ماست، اون به درد بخوری ما سن ماست، اون به درد بخوری ما ضعف های جنسی ماست. اگر ما اون به درد بخوری ها را نداشته باشیم، باز هم در یک انزوای کاری، یک انزوای حق گرفتن حق کار خودمان، استفاده از نیروی جسمی، نیروی فیزیکی و نیروی طرح و خلاقیت خودمان قرار میگیریم که من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که من هم دارم آسیب میبینم از این ناحیه، چون من دارم دیگه این عرض تقاضا به این تقاضا عرضه نمیکنم. حتی اینجا که یکی از مسئول ترین بخشای کابل است، زنان مسئول نیستند. سیمین بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان اینجا از بستر بیماری در شفاخانه در این باره با ما صحبت می کند. گفتم که یکی از وکیلا در حالی که محترمم واجیم نوشته بود، مشخص بود که محترم یک وکیل، خب گاردای از اونا چون محترم متوجه نشدن پیش شده بودن، گاردای از اونا سلاح کشیدن و رو کاپوت موتر با سلاح زدن که وقتی من تا شدم تعجب ایران ماندم که چی گپ از چی شده، و وقتی دیدم یکی از همکارامونه و گفتم این چی وضعیه، به جای اینکه به اصطلاح معذرت بخواین و بگن که متوجه نبودیم یا چطور، یک گپ بسیار رکی و یک گپ بسیار خرابم گفتن. در جامعه سنتی افغانستان بسیاری موارد بدرفتاری پنهان میمانند. وحیده فیضی مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگاران
بعد دلایل آن میپردازد. به دلیل ای که من فکر میکنم شاید خشونت زیادتر باشه، شاید کمتر بیان مراجعه کنن. دلیلش هم ایست که شاید زیاد باور بر هیچ کسی نداشته باشن که واقعا قضایایشان قسمی که باید و شاید محفوظ بمانن محفوظ بمانه. اما موارد انگشت شماری هستند که به پلیس اطلاع داده شدند. وزارت داخله میگوید به برخی موارد بدرفتاری‌های جنسی با زنان رسیدگی شده است. در این مورد ارقام وجود داره که چنین موضوعات بوده، حتی دوسیه‌های از این طی مراحل شده، به سارنوالی فرستاده شده و در این مورد اقدامات جدی صورت گرفته به خاطر از اینکه تحفظ و تامین امنیت شود برای اونا، برای دختر خانم‌ها و به شکل راحتش اونا به وظایف خود ادامه بده. آنچه در این گزارش به آن پرداخته شد بخش کوچک از موارد است که اکثریت زنان مقیم در این شهر روزمره به آن برمیخورند. برخی از دختران افغان در کنار از اینکه شکایت میکنند که در محل کار مورد بدرفتاری و آزارهای گوناگون قرار میگیرند، خشونت علیه زنان در افغانستان مورد تکان دهنده خود را در خود دارد، از جمله قتل، با آتش کشیدن، سنگسار و حتی تجاوزات جنسی در برابر زنان. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.